سپاه پاسداران با سیاست‌های جاه طلبانه سیاسی، نظامی و اقتصادی خود روز به روز بر دامنه جنایات خود می‌افزاید. کشتار انسانی به وسیله ادوات و سلاح‌های جنگی در میادین خودساخته نظامی و سیاسی در داخل و خارج کشور از سوی و نابودی تدریجی حیات اقتصادی و معیشتی مردم ایران به واسطه فعالیت‌هایی همچون قاچاق، احتکار و عرضه کالای بدون استاندارد و کیفیت از سوی دیگر از مهمترین مأموریت‌های این ارگان است که با جدیت در جهت نیل به قدرت افزونتر صورت می‌پذیرد. دولت دهم که همچنین سرآغاز و منشأ نفوذ ارگان‌های قدرتمند سیاسی و نظامی همچون سپاه پاسداران در عرصه و چرخه اقتصادی بود، موجب گردید تا سپاه که به عنوان ارگانی نظامی در بدنه حکومت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته بود، با ورود به فعالیت‌های اقتصادی بدون چارت و با ساختاری مبهم و پیچیده به قدرتی بی‌رقیب در این حوزه بدل گردد. این ارگان عمده فعالیت‌های اقتصادی خود را از طریق قاچاق کالا در اسکله‌های اختصاصی خود که بدون نظارت و دخالت گمرک اداره می‌شوند به انجام می‌رساند. جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی ایران و استاد دانشگاه اقتصاد پاریس، در این خصوص اظهار داشت سپاه پاسداران 72 اسکله دریایی در اختیار دارد و از این اسکله ها برای قاچاق و توزیع کالا استفاده می کند و سود فراوانی به دست می آورد. علاوه بر این افراد دیگری هم از این اسکله ها بهره می گیرند که باید سهم سپاه را بپردازند. همچنین در سال 1383 در گزارشی که توسط نمایندگان اصلاح طلب دوره ششم مجلس ایران در مورد واردات و قاچاق کالا ارائه شد، به صراحت از 3 اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابهار، خرزنگی و هرمزگان نام برده شد. این گذرگاه‌ها که فاقد نظارت گمرک هستند، از راه‌های اصلی قاچاق کالا محسوب می‌گردند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق ایران نیز در سال 1390 به آنها اشاره و با انتقاد از وجود چنین اسکله‌هایی سپاه پاسداران را برادران قاچاقچی خودمان خطاب کرد. مصطفی مطورزاده، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در همین سال به نقل از آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: کالاهایی که از مرزهای کشور، اسکله‌ها و میادین غیر قانونی وارد می‌شوند، ارزشی معادل 20 میلیارد دلار دارد و این حجم کالا نمی‌تواند توسط مرزنشینان و کولبران وارد شده باشد. ورود این حجم کالا از طریق مرزها و اسکله‌های غیر قانونی بی تردید نیازمند یک پشتیبانی قدرتمند، لجستیک قوی و داشتن امکانات گسترده حمل و نقل و توزیع کالا است. پیش و بعد از این نیز بارها مسئولان به اختیارات فراقانونی برخی اشخاص یا نهادها به عنوان علت اصلی گسترش قاچاق و فساد اقتصادی در سیستم واردات و صادرات کشور اشاره کردند. اما با همه شعارهای سران حکومت، سپاه پاسداران با گذر رانتی از قوانین و تصمیمات دولت و با تصاحب اسکله‌های بزرگ کشور و استقرار در مناطق مرزی ویژه به کار خود ادامه می‌دهد. بنابر گزارش مشرق نیوز و بر اساس اظهارات محمد رضا پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس، سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار در سال کالای قاچاق به کشور وارد می شود که به اندازه فروش نفت است. قاچاق موجب تضعیف سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و در نهایت موجب کاهش درآمد ملی، درآمد سرانه و افزایش فقر و تشدید بیکاری می شود، در حالی که سود حاصل از قاچاق به جیب عده‌ای خاص سرازیر شده و آنان را به قدرت‌های برتر اقتصادی کشور تبدیل کرده است، تا آنجا که دولت کنونی ایران را نیز ناچار به پذیرفتن و محفوظ نگاه داشتن سهم آن نموده و چون توان مقابله با سپاه را ندارد، ادامه حضور نظامیان در اقتصاد را بپذیرد و این ارگان متهم به قاچاق کالا را مسئول مبارزه با قاچاق کالا کند.